ای زن، به تو از حضرت فاطمه خطاب است. ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. هر دین اخلاقی دارد و اخلاق اسلام این حیاست، چون حیا از ایمان است. جای ایمان در بهشت است. حیا حجاب شماست. حجاب از همه جهت، هم حجاب در جسم شما، هم در روان شما، در گفتار شما، در عموم حیا. السلام علیکم تماشابینان گرامی قدر برنامه پرنده های مهاجر. موضوع امروزه برنامه ما بخشیده به روز عمومی جهانی حجاب. انا همین روز در تمام دنیا روز حجاب قید می شود، خواه مسلمانان خواه نامسلمانان. به خاطر احترام دین مسلمانان، غیر مسلمانان هم امروز در سراسر جهان به خاطر احترام فرهنگشان، دینشان، غایه هایشان امروز حجاب بر میکنند. خب اگر در شبکه یوتیوب گفته بینید که روز عمومی جهانی حجاب گفته، خیلی در کشورهای دنیا قید کرده ایستادنشان را میبینید البته، اما عین حال از این شبکه بیرون نشوید، با ما باشید. امروز من کوشش کردم که برنامه را برایتان جالبتر، جذابتر، ایدانه‌تر کرده گذرانم و معلومات های هم در همین بابت گرد آوردم. قبلا برای آن خواهرکان عزیز، برای مادرجان های گرامی قدر، مادرجان های نورانی تاجیک ما، فارسی ما، برای همه آن ملت و قوم هایی که میفهمند ما را گوش کرده ایستادند، باری دیگر درود و پیام گرم و صمیمانه میگویم و یک شعره که هدیه میکنم. مهاجرانی که، دادرانی که، برادرانی که ما را تماشا کرده ایستادند، این شعر میخونم برای مادرجان شما باشد. اگر توانید ثبت کرده فرستید، اگر توانید بعد ختم این برنامه نوا را فرستید که برای مادرجان های شما خوانده دادم. ای خواهر اسلامی، دل در بر اسلامی، خوش صورت و خوش نامی، گل دختر اسلامی، سطری که بسر داره، دنیای دیگر داره، از علم خبر داره، گل دختر اسلامی. سبحان ز تو مسرور است، سر تا قدمت نور است، چشمان حسد کور است. گل دختر اسلامی، پاکیزه قبای تو، با شرم و ایبای تو، ما جمله رضای تو، گل دختر اسلامی. مادران تاجیک، مادرانی که با ایبا و حیای شرقانه به وایه رسیده مادر شدید، نور و چراغ یک خانواده شدید. مادران سربلند ما، افتخار ما، از دوری ها دعاهایتان اقتدار ما، تا هستیم باشد و دعاگوی سر همه ما باشد. روز جهانی حجاب به همتان مبارک باشد، خصوصا بر نفرانی که در کشور عزیزمان در تاجیکستان محض به خاطر روپوش اسلامی داشتنشان، روسریشان، محض به خاطر یک روی مالک بر سر گرفتهشان از روی حیا و ایبای مسلمانی امروز نتوانستند کار پیدا کنند، شغل پیدا کنند. ضدیت نسبتشان بسیار بود، فشار بسیار بود و از تاجیکستان بیرون شدند. بر شما مبارک باشد، بر اراده قوی شما تسنا میخونم. آفرینتان که اصلا که حجاب را بدر نکردید و خودتان بدر شدید. از جایی که رفتن دیگر مسلم است. میهن مرا ببخش که دردت فراهم است، میهن مرا ببخش که هجرت مسلم است. خب برنامه پرنده های مهاجر، هر قدر شما ما را بسیارتر تماشا میکنید، لایک میگذارید، این برنامه پهن میشود، همگان ما را گوش میکنند، همین قدر مشتری و مخلص برنامه بسیار میشود، همین قدر برای جذابتر گذراندن برنامه های من بعد هم کوشش کردن میتوانیم، چون که ذوق انسانی را افزون میکند. وقتی که او را گوش میکنند، او را جانبداری کردن مینویسند و برنامه وارد شده حرف میزنند. خب امروز روز جهانی حجاب گفته کی با ابتکار کی جشن گرفته می شود؟ چرا چنین شده است؟ درباره تاریخ این روز گفته میگذارم کمترک. خب یک زن، نظمه خان، اساسگذار
ترتیب دهنده همین روز است. یعنی آن که روز عمومی جهانی حجاب شدن همین روز را سبب شد. نظمه خان انا این خواهرک مسلمانی ماست. او زاده بنگلادش است. بر ایالات متحده آمریکا وقتی کوچیده آمدند، از جهت شرایط کمبودی داشتن کوچیده آمدند، 11 ساله دخترچه بود و در آنجا در مکتب وقتی که میخوان او یگانه نفری محجب یعنی حجاب دار بود. حجاب ببر میکرد، همسنفانش میخندیدند، معلمان میخندیدند. و حتی از برآمدگاهی که برای پسرکان علاهیده برای دختران علاهیده بود در امریکا، برآمدگاه وقتی تنفس برای دختر و پسرها علاهیده بود، و از آن که دخترها نسبتش مسخره میکردند، تمسخر میکردند، نینجا میگفتند. باز یک کلمه دیگری عجیبه بود که نسبت بیتمن میگفتند، کودکان بهتر میدانند. برای همین از برآمدگاه پسرچه ها برآمده میرفت بر بیرون تا که دخترها مسخرهش نکنند. البته که مسخره عادت مردانه نیست. خب و همین دخترک بعد ختم مکتب که اعلا خوب خواند مکتب را، حتی یک بار یک معلمه او را مسخره کرده بود، همراه کل طالب علمان خندیده بود به جای اینکه دستگیریش کند. مکتب را با بهای خوب و اعلا بهترین ختم کرد. بعداً به دانشگاه داخل شد. در دانشگاه از این روز بدترش را هم دید. وقتی که دانشگاه را ختم کرد وی تصمیم گرفت که من باید مثل خودم مسلمانانی که از روی حجاب داریشان از 4 طرف فشار و تعقیب و چه روزهای میبینند، باید، البته در امریکا مثل تاجیکستان نیست که حقوق را پایمال کنند، همگی یک چند نفران آدمان همین عادیه که شاید تمسخر کرده باشند. امروز نه، امروز چنین نیست. امروز در امریکا، در بریتانیا کبیر خصوصا، اسلام رو بر ترقی نهاده است. امروز مردم میفهمند که اسلام فرهنگ است، دین فرهنگ، پیشرفت، تمدن است. و او 1 فوریه را در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بیایید همین روز روز عمومی جهانی حجاب باشد. با دستگیری او از صدها دولت دنیا زنهای هم پیدا شدند که هم مسلمان هستند، هم غیر مسلمان هستند، هم حتی از کلیسا و از همان سرکف میگویند روزها، از آنجاها هم درخواست ها بود که بله این روز را قید کنیم، روزی حجاب. و چاره‌بینی های فرهنگی برگزار شدند در کشورهای اروپا. همگان در این چاره‌بینی ها رویمال بسیار آوردند، حجاب سطر آوردند و هر که رهگذر بود با آنها هم نمایش ماد لباس های اسلامی، هم لباس پوشی، حجاب بندی، صدها نماد طرز بستن حجاب را آموزاندند. حتی بر نفرانی که حجاب یگان بار نپوشیدن، بار اول پوشیدن، خیلی در دلشان هیجان پیدا شد، یک محبت پیدا شد که خیلی ها گریسته هم بودند. اگر نوارها را تماشا کنید میبینید گریه کردند. و معذرت میخواهم، هوا گرم و سرد است فوریه به هر حال. و همین طریق روز عمومی جهانی حجاب در همین سنه 1 فوریه قید میکردگی شدند. بر نظمه خان از دیگر کشورها هم خیلی مکتوب ها آمد، از زبانهای گوناگون، ملت‌های گوناگون به او ارسال کردند که ما هم مثل تو همین خیلی تضییق میبینیم از 4 طرف، اما طاقت میکنیم، تحمل میکنیم، چون که فرموده خدای ماست. یگان رئیس جمهور نفرموده، یگان رئیس شهر نفرموده است که ما آن را تغییر دهیم. فرمان خدا است، قول نبی است. خیلی در شعر گفتم. همین طور امروز ما روز عمومی جهانی حجاب گفته در شبکه اجتماعی هم قید میکنند، در بیرون هم، و خیلی با تنتن قید میکنند. یک بار دیگر تبریک و مبارکباد میگویم. اما متاسفانه هم حالت عجیب است، هم باعث تاسف و افسوس است. در کشورهایی که اسلامی نیستند، مثلا در بریتانیای کبیر، امروز طالب علمان آزادانه حجاب بر کرده میتوانند. شکر خدا که در همسایه کشور ما ازبکستان همچنین هست. دیگر با لباس ملی، لباس اسلامی مسلمانی ما میتوانیم. این لباس اجدادان ما است. همین خیل سرگیرک بی کلان های من هم داشتند. خب با همین گونه لباس در جاهای جمعیتی هم، در کارگاه های دولتی هم اشتراک کردن ازبک ها علیه اجازت شد. در قزاقستان باره در مکتب 3-4 نفر دخترکان حجابدار را از مکتب
میلیسیونرها پلیس آمد و راند. روز دیگر همسنفان همه مصلحت کردند، همه برابر حجاب پوشیدند، همه. به خاطر چی؟ آنها گفتند که اگر 3-4 نفر همسنف ما را از صنف راندند، ما به حرمت آنها حجاب میپوشیم، همه را از مکتب رانده نمیتوانند، چون که مکتب فعالیت نمیکند دیگر. مکتب برای تعلیم است، تعلیم و تربیت کودکان است، طالب علمان است. همینطور همگان لباس دینی پوشیدند، حجاب پوشیدند و دیگر نه ماموریت مکتب آموزگاران نه دیگر پلیس و دیگر مقامات ها کاری کردن نتوانستند. خوب است که چنین کردند. این یک در عقل کودکانه آنها، در ذهن کودکانه آنها همین چیز جا شد که توانستند کرده. آفرینشان بر دلیریشان آفرین. خب بعضی ها میگویند که لباس عقب ماندگی، کفا مانده ها لباس میپوشند، یا بودن نفرانی که بر زاغ سیاه مانند کرده گفتند همه را ببینید. همین خیل زاغ آیا در یک جا وجود دارد که رنگ در روز عمومی جهانی حجاب لباس گلگون پوشیده برآمده باشد؟ خب یک زن جایزه نوبل گرفته است با حجابش و این توکل کرمن نام دارد. وقتی که با وی جایزه میسپاریدند، اگر توکل کرمن نویسید، اگر نفر جایزه سپارنده با وی وقتی مراجعت کرده، رسمش هست، مراجعت کرده میگوید با همین عقل بتونت، با همین دانش نوبل زیبد، یعنی اینقدر سواد بزرگ و عقل خوب و اینقدر لیاقت و ملکه راهبری داره، همین لباست موافقه میکند. بعد توکل کرمن میگوید انسان در زمانهای قدیم تقریبا برهنه بود، لباس نداشت. وقتی که عقل او تکمیل یافتن گرفت، ایمان، حیا، ایبا گفتگی بر این حسیات ها پیدا شدن گرفت، عقلش رسید که ایمانش تکمیل یافت و به پوشیدن لباس آغاز کردن گرفت. آن چیزی که من امروز پوشیدم، یعنی حجابی که من امروز پوشیدم و کاملا جز دست و روی همه را پنهان کردم، نشان دهنده بالاترین سطح اندیشه، بالاترین سطح علم و دانش و عقل است و این تمدن است که انسان به دست آورده و این پست رفتن نیست. این برآوردن لباس پس روی است. وقتی که لباس را از خود بدر میکنی، این علاقه پس روی می شود، به زمانهای قدیم برگشتن می شود. منطق را نگاه کنید، وقتی که نیم اوریان میگرده دیگر وای پس روی است. هر قدر بر تمدن رسید انسان، همان قدر پوشیده تر شد. خب کی ضد حجاب است؟ بیایید به همین سوال برای جواب دادن یک نوار خردکک که دایره وطن خودمان است تماشا میکنیم. مرحمت. حجاب سر میکنن، بعضن و میکنن. پیش از همه این بیسوادی، بیمعرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ما مثالهای زیادی در دست داریم که از جانب زنان و دختران سترپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما، هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخها دورند. من نمیگذارم نمایش نشانتیم. من نمیگذارم گفتن. خب اما ما میخواهیم که چنین باشیم. پس ما بیرون شدیم. مسلمان بسیار هستند، خیلی بسیار هستند. در کشورهای مترقی دنیا امروز در اروپا هم فعالیت دارند، کار دارند، در جاده‌های نمایان امروز یک بانوی ارزنده هستند در اونجاها و حجابشان را هرگز ترک نکردند. آیا حجاب مانع پیشرفت انسان بوده میتواند؟ یک قبیل بانوهای محجبه هستند که نه فقط یک معلمه، یک دکتر یا یک انسان، یک کارگر دولتی هستند. آنها تا قله های مراد رسیدند،
تا قله‌های بلند علم و فرهنگ و دانش رسیدند. بغیر از مکافات نوبل گرفته توکل کارمند، من اینجا خیلی ها را گرد آوردم که همین روی مالشان، همین حجابشان در فعالیت کاریشان یکون خیلی خلل نرسانیده. عادی ترینش این رئیس جمهور سینگاپور است که سینگاپور پیشرفته ترین کشور دنیا را امروز راهبری میکند. او که یگان خفا مانده نیست، پس مانده نیست، یگان خیر. بیایید درباره همین به عنوان یک گزارش آماده کرده ایم تماشا میکنیم، بعدا زنگ های شما را قبول میکنیم. مرحمت. ما تصمیم گرفتیم که روی خط 15 زن موفق و تواناترین مسلمان را ترتیب دهیم که همه روزه ما را به پیروزی و هدفهای نفع روح بلند میکنند. این زنان با دشواری‌ها، فشارهای اجتماعی و شرایط زندگی نگاه نکرده به نتیجه های بلند نائل گردیدند. این زنها همه قالب‌ها را شکسته با مثال خود ثابت میکنند که چگونه زنان مسلمان توانا، عاقل، مهربان، ایجادکار و قطعی بوده میتوانند. اینک شروع میکنیم. کارولین والکر دیالو اولین قاضی نیویورک است. یعنی به زبان امروز گوییم سودیه که ماه دکبر سال 2015 با قرآن سوگند یاد کرده وظیفه را برداشت گرفت. احتمال کسی نیست که درباره حلیمه یعقوب، نخستین زن رئیس جمهوری سینگاپور، در عصر امروز نشنیده باشد. حلیمه یعقوب توانست که با حجاب مسلمانیش، با یک چهره خاکسارانش، رئیس جمهور کشور پیشرفته ترین دنیا سینگاپور باشد. ابتهاج محمد، نخستین ورزشکار رویپوش یعنی حجابدار در تاریخ تیم المپی آمریکا، شمشیرباز است که در بازی‌های المپی برزیلیا غالب آمده است. سلمه یعقوب، راهبر حزب سیاسی و عضو شورای شهر برمینگ. پروفسور دکتر زلیخا قمرالدین، رکتر معروفترین دانشگاه مالزیا، دانشگاه بین المللی اسلامی می باشد. وی 28 سال عمر خود را به این دانشگاه بخشیده است. در برابر این، وی در زمانهای گوناگون در وظیفه‌های بلند دولتی کار میکرد. مروه کوکچی، سفیر ترکیه در مالزیا و حمایه‌گر حجاب مسلمانان است. همچون دانشجوی فاکولته طبی دانشگاه انقره را برای پوشیدن حجاب از دانشگاه اخراج کرده بودند. برای ادامه تحصیلش او همراه عائله‌اش به ایالات متحده رفته اول به دانشگاه تگزاس داخل شد و پس از ختم دانشگاه درجه عالی از هاروارد گرفت. در سال 1999 و اولین زن مسلمان شد که با پارلمان ترکیه انتخاب شد. امروز این زن سفیر فوق‌العاده و مختار ترکیه در مالزیا می باشد. شمه بنت سهیل فریس المزروعی، 22 ساله، جوانترین وزیر در جهان است. وی ماه فوریه سال 2016 وزیر امور جوانان امارات متحده عرب تعیین شد. خود وی سال 2015 دانشگاه آکسفورد را با عنوان ماجستر در سیاست دولتی ختم کرده است. رقیت فتاح عمر، جوانترین حافظه قرآن، وی در سن 3 سال و 8 ماهگی تمام قرآن را از یاد می دانست. وی از نیگریا است و در مدرسه‌ای که مادرش کار می کند قرآن را آموخته است. جمیل افغانی، حامی حقوق بشر و معاون وزیر کار و رشد اجتماعی افغانستان است. وی برای امام خطیبان مساجد برنامه‌های آموزشی انجام می‌دهد که در آن اهمیت لکچه‌ها در برابر حقوق زنان در اسلام را شرح می‌دهد. وی تقریباً 6,000 امام خطیب را تعلیم داد و کفالت داد که مسجدها برای زنان منزل مخصوص فراهم آورند. امروز در 20% مسجدها در کابل اتاق‌های نمازگزار برای زنان وجود دارند، در حالی که همگی 15 سال پیش اینجا وجود نداشت. حنان الحروب، یک آموزگار فلسطینی است که برنده جایزه 1 میلیون دلاری آمریکایی در جایزه بانفوذ جهانی آموزگار شد، یعنی آموزگار سال در دنیا. حنان الحروب
در لاگر گریزه های فلسطینی در نزدیکی بیت لحم به وایه رسیده است. یعنی گریزه بود. حالا در همین لاگر معلمه شده کار میکند. حفیظه نور عیسی در دانشگاه گلاسگو از گروه عالمان بود که نظریه موج‌های جاذبه آلبرت اینشتین را اثبات کرده است و یکی از مؤلفان گزارش علمی در موضوع مشاهده موج‌های جاذبه از یک جای شوی دو سوراخ سیاه می باشد. شیخ نوخیره ثروتمندترین زن مسلمان در هندوستان. وی مؤسس و دیرکتور گنرالی هیرا گروپ می باشد که کنسورسیوم 20 شرکت است که در ساحه ها و بخش های گوناگون تجارت می کند. شیخ اینچنین در مکتب اسلامی و کالج زنان مسلمان به حیث آموزگار کار می کند. این دو مؤسسه تعلیمی را نگاه می دارد که آنها به دختران کم بضاعت و نیازمند تعلیم دینی و دنیوی رایگان می دهند. این زن عجیب یک خیرخواه است که در کارهای خیریه فعالانه شرکت ورزیده و بیوه‌زنان و نیازمندان در هندوستان کمک می کند. نادیه حسین برنده برنامه معروفترین نمایش تلویزیونی پخت و پز در بریتانیا است و اینچنین بر روی خط 500 نفر با نفوذترین شامل کرده شده است. BBC درباره این دختر جوان یک فیلم مستند تهیه کرده است. حجابشان خلل نرسانید کو؟ یا چه خیلی که وزیر اورونبک زاده گفت وقتی که در نزدشان می‌نشینید در واسطه نقلیات اتوبوس مارشروتکا هراس میکنی، میترسی مبادا در روی مالشان یگان مواد ترکنده پنهان نکرده باشند. بمب گفته بود یا چیز دیگر گفته بود. خب وزیر گفته بود. انا اینها برخی از وزیر خیلی بالاتر هستند. محجب زنان، زنهای حجاب داره که این حال ما برایتان گرد آوردیم موفق ترین هایشان را و برایتان گفته گذاشتیم. خب اولین دانشگاه را بیش از 1200 سال پیشتر از 1200 سال گذشت. خب سال 859 بود، نه 1100 سال گذشته است. فاطمه الفخری تأسیس داده بود. وقتی که همسرش وفات میکند، برادرش وفات میکند، پدرش برای فاطمه و خواهر او یک میراث خیلی گرانبهای میماند، میراث بزرگی که خواهرش کلانترین مدرسه میکشاید و کلانترین مسجد. خود فاطمه باشد دانشکده بزرگترین دنیا را تأسیس میدهد. این اولین دانشکده بود در دنیا که هم تعلیمات دینی هم دنیوی میداد و هم مسلمانان هم غیر مسلمانان از تمام دنیا در این دانشگاه آمده میخواندند. حالا هم در فیس مراکش این دانشگاه هست و در تاریخ همچون اولین دانشکده دنیا میماند. نهایت در مساحت بزرگ ساخته شده است. اگر کاملا قریب که یک ناحیه بر این بزرگیش خیلی بزرگ و این دانشکده فیلیال های خیلی بزرگ بسیاری هم دارد که هم کسب و هنر هم جاده علمی را در بر میگیرد. خب او هم زن بود، اولین دانشکده را زن تأسیس داده. او هم حجاب داشت. از خشت اولی که برای بنیاد دانشگاه گذاشتن، بنیاد این فوندامنت است، لاد دیوار است، بنیاد فوندامنت است. از خشت اولی که گذاشته شد فاطمه فخری در همین دانشگاه بود تا بود شدنش از همانجا نرفت. همانجا نماز گذاشت، همانجا روزه داشت همیشه و عبادت کرد تا همین دانشگاه را بود کرد. یک اجر بزرگ برایش خداوند داده باشد. گفته دعا کنیم همگان. اکنون زنگ‌های شما را قبول میکنم و اگر آماده نباشد باز هم حرف میزنم. آیا باز یگان چیز نمایش دادنی داشتیم برای تماشابینان؟ خب نباشد زنگ‌های شما را قبول میکنیم، چون که بینید نیمی برنامه را من با گفتار گذرانیدم، بسیار حرف زدم. روز عمومی جهانی حجاب است. بانوان بسیاری که ما را تماشا میکنند شاید از سبب حجاب داشتنشان از تاجیکستان بیرون شدند که کار و فعالیت برایشان محدود بود. نمیخواستند که آنها کار کنند در تاجیکستان و از همه جا
پست مانده میگفتن، قفا مانده میگفتن. نسبت خودم هم این حرفا خیلی بسیار بود، من بسیار میشنیدم، من عادت کرده هم بودم. از در حکومت در مجلسگاه و در آمدن نمیموندن، میگفتن با لباس ملی بیا. لباس ملی ما چگونه بود نمیدونم. خب خودشان که بگذار نگویم، بیایید نمیگویم. خب نگفتن بهتر است در روز عید حرفی بد را. یک بار دیگر تبریک میکنم بانوان عزیز را که امروز عید دارند. در تمام دنیا روز حجاب است. واقعا در ولایت سغد تاجیکستان سطر عورت میگویند، در جنوب کشور حجاب میگویند. سطر یا حجاب این پوشش است، معنایش پوشش است. مثلا همون جلد کتاب سطر کتاب است، از بالای کتاب پوشیده شده، این سطر است. همین طریق پوشش ما هم سطر است، حجاب است. و پوشیده بودن نگه داشتن خود است. و یک مقال بود تاجیکی که میگفتند اونجا جامعه دراز در تابستان از گرمی، در زمستان از سردی نگاه می‌دارد. واقعا کلمه شوبه را می‌دانید؟ روزها میپوشند شوبه‌ای که نهایت غوث است، معاینه است. اصلا این کلمه از زبان عربی است، جوبه است، لباس معاینه دراز یا به معاینه دراز که جوبه میگفتند و از همین زبان عربی برآمد تا روسی شوبه شده آمد. جه که ندارند روسا ش کرده گرفتند، اول جوبه بعدن شوبه شد. این هم یک دانستنی بود برایتان. روز عمومی جهانی حجاب را فرخنده بود میگویم بر کل شما. اگر گفتگو کردن میخواهید در برنامه مرحمت میتوانید بر لینک زیرین که همیشه میدانید چه خیلی وارد شدن انگشت نهاده وارد شده یا طریق واتساپ وایبر وارد شده خواهید تبریک کنید خواهرکان اسلامی ما را، همه خواهرکان را، بر آنهایی که نیت دارند که حجاب میپوشند، نیت دارند اما چیزی نمیگذارد آنها را. فکر میکنند پوشم چی شود نپوشم چی شود. هستند نفرانی که یک چند بار پیش آینه ایستاده میپوشند، باز شیطان لعنتی میگوید که نه به تو نمیزیبد، میگوید باز کشیده میمونند. بر آنها هم تمنای آن را داریم که هدایتشان کند خداوند. ما هم حجابدار به دنیا نآمدیم، ما هم آهسته آهسته با گفتار بزرگان، با تلقین بزرگان، با استادان گفته ها، با خواندن ها، شنیدن ها، دیدن ها آهسته آهسته هدایت یافتیم. به عین فقط خداوند است. بر شما هم تمنا میکنم نفرانی که حجاب ندارند و خواهش دارند که بپوشند یا بدتر کلانتر شوند میپوشم گفته نیت دارند، بر همه شما مبارک باشد و البته از این راه خوب برنگشته باشد. بر امر دلتان، بر امر ایمان و وجدانتان گوش کنید. شیطان را یک طرف تله دهید. ایمان میتواند تله دادن. امروز 1 فوریه است. اگر شما آماده نیستید باز حرف میزنم. امروز شبانه از روی سال شماره که بابای و بیبی های ما میگفتن جدا میکردن، چله زمستان گفته چله زمستان میبراید. همین شب چله زمستان میبراید. 22 دکبر وارد شده بود. شب 2 فوریه بیرون می شود، بعدن هیله می درآید میگویند. این گونه ماه شماره 40 روزه در یگان کلندر یعنی تقویم نوشته نشده است. این فقط از دهان به دهان یک فرهنگ، یک عرف و عادتی ملی شده گذشته آمده است. خیلی که از زمان زردشتیه مانده بود صدر را قید میکردن، مهرگان را و روزی درست قبل در تاجیکستان قید کردن، برخی قید کردن و نوشتن در همه جا عید صده گفته عید نهال شینانه. صده یعنی 50 روز و 50 شب صد می شود، هر دوش قبل از نوروز. و اینک هیله می درآید، چیله می براید، هیله می درآید و بعد 40 روز هیله میگن سال نو آمد، یعنی نوروز آمد، یعنی بهار قدم میگذارد. و بعد هیله 40 برف قرضی میگویند. هنوز زود بهار شد گفته بعد 40 روز دیگر لباس زمستانه بدر نکنید، چون که خنکی خوفناک بدن سر می شود. گرم یک بار سرده همگان را به بیماری های زکام گرفتار کردن میتواند. 40 برف قرضی
40 روز نه، در یک روز 2-3 بار برف ایستاده باز میبارد، ایستاده میبارد. گاهی آفتاب بعد 1 ساعت برف میبارد، گاهی آفتاب ایستاده برف میبارد، گاهی باران به برف مبدل میشود. این هیله‌گری های هیله است، بیهوده هیله نام ننهادند، هیله‌گری های هیله است. و از روی سالشماری که اهمن بهمن گفته حساب میکردن یا هود حمل گفته انا این هود میشود بعد اندکی یک کمتر دیگرمان. خب از موضوع کجا برآمده رفتیم؟ روز عمومی جهانی حجاب یک بار دیگر مبارک باشد. اگر تبریک کردن میخواهید وارد شده تبریک کنید و اگر مورد همین موضوع بابت موضوع گفتنی نداشته باشد میتوانید بر دیگر موضوع هم که وابسته تر به همین موضوع است گذاشته باشد. اگر مقابل فکری ما هم فکر داشته باشد البته که قبول، چون که همه یک رنگ، همه هم فکر، همه یک خیل بوده نمیتوانند. الکساندر سرگیویچ پوشکین این سردفتر ادبیات روس است. بابا بیبی هایش ریشه روسی ندارد، اگر کوتاه کرده گویم ریشه روسی ندارد. از معذرت میخوام، از چهره او معلوم است که روس نیست، یعنی سلویان نیست. از موی مرغولش معلوم است، از گندمگونه است، سیاه جردگیش معلوم است که سلویان نیست. و همین پوشکین وقتی که بار اول قرآن را ورق میزند، ترجمه قرآن را میخواند و آشنایی پیدا میکند با رسم و ادوم مسلمانان، میبیند لباس پوشی مسلمانان را، ایبا و حیا و این همه آراسته پیراستگی پوشیده زنان مسلمان را میبیند که در کشور خود ندیده بود. کتاب ها را در این باره میخواند. بعدا یک اثری تام بر این یک منظومه می نویسد که به زبان خود روس ها پدرشان کرانو بود، یعنی تأثیری از قرآن گرفته پوشکین بود و بعضی آیات قرآن را به روسی ترجمه هم کرده است. قسم به جفت و طاق مثلا هست که در قرآن و اون را کلینوس شتوی نشتوی، یعنی قسم به جفت هم طاق در شعرش آورده است. از بعضی آیات ها کم در شعرش استفاده کرده است و این را من به خاطر همین به روز جهانی عمومی جهانی حجاب کمتر موافقه میکنم موضوع گفته ایستادم. و یک شعر دارد میگوید من قسم میخورم که در دنیا یک حالت خوشتر از آن وجود ندارد که مسلمه نماز میگذاشت وقتی که از دیوارهای پست کدام یک کشور مسلمانی نگاه میکند، یک کودک خوردکک، دخترچه خوردکک درست و نادرست هر سو همان متای خوردککی که برای خود جای نماز دانست میپرتافت، سمت قبله بود، دیگر سمت بود و کودک بود نمیدانست، انداخته گویا نماز میگذاشت. همان را دیده شاعر روس با وجد آمده گفته است که حالت خوشتر از آن نیست که مسلمه سر به سجده نهاده است، یعنی وای الکی کوشش میکند خدا را شناسد و بر خدایش سر فرارد. بیایید مهاجر را گوش میکنیم. اگر دیگر نفر وارد نشود بعدا من برایتان شعر خونده میدهم در این باره. مرحمت دادر. سلام علیکم. السلام علیکم. صدایتان نیست. سلام. سلام. گوش کنیم. آوازم خوب میبیه؟ خوب است دادر. السلام علیکم با مردم توجیکستانی. خب از نامشان و علیکم سلام. همچون یک تاجیکستانی. بعد با این مردم توجیک گفتنی هم که خب حقیقت است، این حقیقت تلخ است. این رحمان فیمو این نمیخواهد این چیزا، با این رشک داره، برای که همه به فکر من اولاد این به حجاب و به سطر به فکر من به نماز و به همین چیزها کلان شده است. این آدم
این آدم کمونیست است. برای همین قدر بد میبینه. به فکر من برای همون نمیموند که اسلام چی کند، پیشروی کند در تاجیکستان. این به فکر من است. با امروزه موضوع همین قدر مسلمان هایی که دیده ایستادیم که چند قدر پیشروی کرده ایستادن. باور کنید اگر خب اگر یعنی همین اسلام ترقی کند در همین تاجیکستان به حد خوب می شود. یعنی دادر جان شما گمان میکنید که وابسته بر اولاد هست، بر پدر، بر بابایان آنها وابستگی دارد، اما کاملا وابستگی داشته باشد؟ این وابسته دارد که پرزیدنت ما کمونیست کلان شدگی است. به نماز و به این اولاد همه خیلی کلان شدگی. این تربیه همه خیلی با تربیه کلان شدگی است. یک کالخوزچی که در موزیک کرزی پوشیده در همین کالخوز در همین لای گیل بود، وقتی که این چیزهایی نمیدونست که نماز چی است، روزه چی است، این بسیار بد میدید. به فکر من این اولاد همه خیلی کلان شدگی است به فکر من. خب با فکر شما، خب روز عمومی جهانی حجاب که در تمام دنیا تجلیل میگردد، من به شما سوال داده هستم که آیا به فکر شما همین رویمال ملی که در سر داریم من بر یگان ملت و خلق تعصب نکردم، تقلید نکردم، مثل عرب ها نپوشیدم، خیلی که میگن عرب تقلید است، تاجیکانه پوشیدم چون بیبی کلانی ما میپوشند. در پیشرفت تمدن، در پیشرفت علم و فناوری یگان خیلی تاثیر میکند همین لباس ما؟ و فکر شما تاثیر میکند؟ صدا دیر میرود به فکرم. الو آواز هست؟ بله میشنویم شما را. شما چی سوال دادید؟ اینترنت من به حد نیست. برای همین سوالای شما رو نفهمیدم ما چی گفتید. دیرتر جواب دادنتون همین سبب. یعنی من گفتم آیا به فکر شما تاثیر دارد پوشش اسلامی بر تمدن، بر نوآوری در فن و علم و تکنیکا؟ یگان چی ندارد. اسلام نابرات پیشروی خوب میشد. این یگان مشاهد نمیکند حجاب به فکر من نه، به فکری همه خیلی هست. برای که یک اویله نمیخواه این چیزا. تمام یک همون پرزیدنتی که احمق که در همین با سری تخت است همون نمیخواه. آدمایی که همون نمیخواستگی هایی که گرد و اطرافش داره که همین جمع کردگی است. اگر همون آدمایی که اگر اسلام که پیش روی شود، اگر این منبرایی که رسول اکرم این هر هفته جمعه هایی که چی میکنن، نصیحت میکنن که امر معروف میکنن، که امر معروف هایی که حقیقتا آدمایی که رسول و خدای دربارش گپ میزنه حقیقت گپ میزدگی انسانو باشد. به فکر من تاجیکستان داونا این پرزیدنت احمق از بین میبرد. برای که این نمیخواه که پرزیدنت این خیلی آدمای حقیقت گپزن در سری تخت باشد. اگر همین به این منبرا باشد، اگر این منبرا اگر آدمای حقگو شیشته باشند، داونا رحمانوف و اولادش قطعی سری تخت سرنگون میشد. به فکر من این حجاب یگان خیلی مشکلی ندارد در همین حاضر عصر 21. این مشکلی یک حکومت دارد، این یک مشکلی یک اولاد دارد. تمام دیگه یگان چی مشکلی ندارد. مثلا کشور همسایه شما همین قدر نشان دادید خواهرای ما رو همین با حجاب هستن، همین قدر ترقی کردگی هستن. یک اولاد این چیز یک اولاد نازده میبینن. رئیس جمهور شدند. حتی سینگاپور بر این یک دولت پیشرفته را راهبری کرده ایستاده است.
مثال آوردم. آه. در یک خود ازبکستان بعد اومدن میرزیایف که اینقدر با جرأت قدم به پیش نهاده ایستادن، من فاند رشد اسلامی تأسیس داده شد. از تمام کشورهای دنیا میتوانند به این فاند کمک رسانند و هم ثروتمندان، خواهشمندانی که در خود جمهوری هستند کمک میرسانند و علاقه چندین سایت اسلامی گشاده شده است. علاقه در تلویزیون ها هم به ملال صاحبان دانش علم دینی برآمد کرده ایستادند. بسیار تشکر برای فکرتان در همینجا. تشکر که در برنامه اشتراک کردید. یک دادر عزیز سفر اسماعیل، تشکر بر شما هم که فکرتان را بیان میکنید. خوش آمدید در برنامه. من خرسندم که تماشا میکنید و فکرتان را نوشتید. ایزا نمیکشی که خودت را نمایش میدهید، نخواد مسلمان زن برآمد کند و مردان بیگانه هوس بکنند. تو شوهر نداری به ناموس نوشتن. خب رحمت دادر جان سفر اسماعیل نامشان همین خیلی باشد هم خیر، نامشان دیگر باشد هم تشکر بر شما. اگر جوان باشد شاید با پسرم برابر باشد. من شوهر، فرزند، نبیره هم دارم. شکر خدا که قطارک شده ایستادن نبیره ها دارم. و تا همین روز که در تلویزیون های تاجیکستان، در رادیوهای تاجیکستان، در دیگر تلویزیون رادیوها که میبینید به حجاب هم برآمد میکنند، نسبتشان یگان خیلی اعتراض نیست. یگان خیلی اعتراض نسبت آنها نیست. رادیو آزادی مثلا دارد، دیگر یوتیوب کانال ها هم دارند و از تاجیکستان اولین شده برآمدن با حجاب که این گونه اعتراض ها پیدا شدند که چرا تو مگر شوهر نداری؟ آن زنهایی که آن الگوهایی که ما نمایش دادیم تا رئیس جمهوری برآمدن، اونها هم همگی ازدواج کرده و شوهر دارند، همگی نبیره و ابیره دار هستند. اینجا هر کس برآمد میکند با من یا مادر یا خواهر یا اپا گفته مراجعت میکند و همتون تشکر گفته مینداری بیان میکنم. باری دیگر تشکر که سفر اسماعیل تماشا کرده ایستاده اید که می نویسید، تاثیر کرده است که می نویسید. عبدالله شما رو گوش میکنیم. السلام علیکم. رحمت الله. گوش میکنم شما را. موضوعتون فهمیدم. از درباره روسری روزی حجاب. بله درست. تبریک به زنهایی که به روز حجاب تبریک میکنم. هر زنهای محجبه که این قدر میکنن، فرمود خالقشان قدر میکنن و اجرا میکنن. تبریک به هر یکشان، به هر یک مادر و خواهرای مسلمان. بعدا اگر یک سوال باشه. خب سوال این است که ما همین برنامه را اولا فکر کردن که چی خیلی به پرنده های مهاجر وابسته کرده بیارم. وابستگیش این است که امروز بانوان بسیاری از تاجیکستان برای حجاب داشتنشان در مکتب، در بیمارخانه کار کردن نتوانستند و از تاجیکستان بیرون شدند و امروز خیلی مکتب ها از همین خیلی یک اختصاص های خوب محروم هستند. با چشم خود دیدم در خود تاجیکستان هم. شما سبب همین نخواستنشان رو در چی میبینید؟ سبب چیست؟ سبب نخواستنشان بی‌طرفی ما مردم مسلمان، یعنی که ما مردمی که خودمان را مسلمان میگوییم و انسان‌هایی هستند که مثل از همین برادر گفت که درباره نمیدونم رئیس جمهور گفت کی گفت، مثل همین گونه انسان‌هایی هستند که در 70 سال شوروی زندگی کردن، با همین خیل عقیده‌های ویران در سر قدرت آمدن. اینا یک کسلی دارن. این گونه انسان‌ها در همه جا هستن. مثلا در خود همین روسیه، ما که در روسیه هستیم میبینیم در همین جای هم هستن. وقتی که اینها هر خواهشی، هر چیزی که به خودشان خوش است همون پیشنهاد کردن، ما که خاموشی اختیار کردیم. همین سبب شد که امروز خواهر و مادرای ما که امروز محجبه هستن در حقیقت به چشم سر دیده میشد، تحقیر میشن و به خاطر یک روسریشان، اون که حال به حجاب حقانه که مانند نیست، به همون یک خاطر روسری یا یک خاطر همون مادرها ما که میبستن. درست. یک به خاطر همون
بله. یک چیزی عادی بعد تحقیر میشن، بیچاره ترک میکنن یا به هر جا میره. این نه تنها زنها، امروز این کادرهای ما همشه، هم مردش هم از دست دادیم، همشه عادی ترینش. و ما بی‌طرفی کردیم، ما خاموش ایستادیم. دوتا نمیدونم اونا چی گونه، اینا یک کسلی، اینا یک کمونیست هم گفتن همیشه، دموکرات هم گفتن همیشه، اینا یک کسلن، اینا یک انسانایی هستن که این گونه انسان‌ها در همه جا هستن. وقتی که اینا پیشنهاد کردن ما خاموش شدیم، صبر کنید، همین حالت به آمده رسیدیم. همین چیز همین حالتی که در همین خود تاجیکستان شده بود، در همین روسیه یک قشلاق هست، یک قشلاق مایدچک، در اونجا 2000-3000 آدم زندگی میکند، مردم تتران. همین مکتباشون همین معلمه ها با حجاب درس میدادین، در مکتب هم دخترهای به حجاب میرفت، هم دخترهای با حجاب همین خیلی میرفتن. همین کار در روسیه یک زنک وقتی که دیرکتوری همون مکتب شد، همین چیزا خواست که جاری کند. همون مردم همین 2000 زیدی گوییم که 150,000، اگر 150 میلیون، اگر 150 میلیون با 20 میلیونش مسلمان باشد، زیدی 130 میلیون خسته ایستادن. در همینجا ژورنالیست و معلمه های مکتب روس، اونا غیر اسلام، مثال مفتیات، مثال بوکی من پاپ های من خریستیان ها، من نمیدونم اونا چی میگن، همونها خستن، همینها ازش کردن. بعضی ژورنالیست ها زید بودن، بعضی ژورنالیست ها همین چیز به ایستادگری کرده، همون چیزا گشته در جای خودشون جوری کردن. همین قانون را خواستن، همین قانونی که در تاجیکستان برآمد، همین خواستن جوری کنن. همین قدر مردم کم تونست که همین قانون زیدش ایستاده، همین قانون جوری نشدن که نتونستن همین قانون جوری کردن که در مکتب باید. در همجا من یاد دارم در تلویزیون روسیه همین تاجیکستان هم مثال آورده، مکتبای تاجیکستان نشون داد که برای چی در جایی که 98% مردم مسلمان زندگی میکند، مردم و قانون سویتسکی گفته من مکتباشون همه یک خیلی مثال همون چیزا نشون داده، مثال آوردن. اما در روسیه که 98% ما غیر مسلمان هستیم، نمیتونیم همین قانون را جاری کنیم. همین یک گروه، یک قشلاقچک همین چیزا تونست در جا شنوندن. اما مردمی که میگیم که 98% مردم مسلمان هستیم، نتونستیم که یک روسری مادران ما اعتراض کرده همین قانونهای غیری که اونا به خواهشات نفسانیشون یا که به کسلیشون این قانونهای جاری میکنن به اثر مردم، نتونستیم که بر ضد همین ایستادگی کنیم. درست. خیلی که یک میگوید بله، جایی که گرگ ها مسکن گرفتن تو شیر باش، گوسفند نشو. درست است. انا همین به نتونستیم. وقتی که همین قانونهای پیشنهاد کردن حالی جاری نبود، خیلی مفتیات هم و دامالله هم و نمیدونم سبحانه باید اونا میگفتن، باید اونها گپ میزدن. در همین روسیه من دیدم معلمی که درس میداد برآمد در پرایوت روسیه گفت که شما چم روسری یک مسلمان گرفتن، شما اول اون دخترهایی که در صنف 8 و 9 پیوخوری میکنن یا که من خیلی کارهای رزورت میرن، شما اینا پیشگیری کنید، نه روسری یک مسلمان. من معلم گفت یک آدمی روس زبان دینش هم نمیدونم دینی من چیست، من گفت معلم من درس میتیم، من میدونم، من یک دختری مسلمانی که روسری دارد میبینم چقدر با شرم و با حیا و چقدر خوب است، انه که این رزورتایی که در مکتبای ما هست این چقدر زلال آور است. شما برای چی این چشمتون اینا ندید؟ یا ژورنالیست برآمد یا تیپ من این ماکسیم شفچنکو برآمد گفت که شما اگر میخواید یک روسری مسلمان نیست کنید، شما برای سویتسکی باشد کریستاتون هم نیست کنید، یا که من این کیمچی اینی کوکل میگم پاپل میگم چی میگن اینی اون یهودی و هم نیست کنید. گفت برای چی فقط نظارت شما طرفی هم دو تا مسلمان؟ ژورنالیست ها دستگیری کردن، معلم ها دستگیری کردن، همین پاپ ها خستن طرفداری کردن که نکنید این کارو شما. اما چی؟ نه مفتیات هم خست، نه مردم دیندار هم خست، کسی کاردار نشد. چیزی فورا دمو نکنید. صاحب همین طور است. خب کشور روسیه که 20% مسلمان تبار دارد، چچنیا هم مثلا بله چچنیا هم کاملا مسلمانان هستند، تاتارستان در تاتارستان و خیلی جمهوری های دیگر درست است جانبداری میکنند. و در همونجا یک چیزی دیگه من دیدم، یک چیز دیگه من همین قادیروف گنده است خوب است،
همون هم یکی از سبب ها شد که اگر گفت شما همین قانون جاری کردن خواستم میخواهید یا که همین روز امضا کردید، همین روز یکم کسی که دختراش از همین مکتب، من گفت یکم کسی هستم که دخترام از همین مکتبای شما میگیرم. مثلا همون هم سبب شد، یک سخنی همون هم خیلی سبب شد، خیلی وزن هم داشت. مثلا از ما یکم کس صدا نکرد. حادثه پرتاثیر هم هست که برای ما گفتید. درست اگر در تاجیکستان هم عیناً همین کارا میکردن، یک دو نفر روسریدار را اگر از مکتب راندن، دیگر همه روسری کرده بیاین یا همه با مکتب نمیرفتن، یگان کس یگان کار کرده نمیتوانست، نمیکشتند. در حقیقت من همین خواهر جان نظر کنید، یک چیزی دیگه ما میبینم امروز یک کسلی این چی من نمیدونم برای مردم ما چی آمدگی است. من دایو دارم، من خودم در دوشنبه بودم وقتی که رئیس جمهور برآمد تحقیر کرد بر زنهای روسریدار. اون یکم مادری خودی همون روسریدار بود. وقتی که تحقیر به این زنها کرد، اون اول که با مادری خودش تحقیر کرد، گرچه که دینم میفهمد نمیفهمد من نمیدونم اون مردک صحت از چی است، اون تحقیر به همه زنهای روسریدار کرد. بعدن بینید من در یک چیز حیران میشم، دخترها استفاده میکنن، معلم هایی که باور کنید از زندگیشون آدم نفرت میکند، به همون قدر عذاب میبرن. مثلا یک بار دیدیم یک ویدیو نشون داد، یک زنی بیچاره مثلا کسره چه میره دکترخانه، دکتر در زبان انمون اگر پرزیدنت نمی چیزا نمیگفت، دکتر چه حق داشت که یک زنی روسریدار گوید که برو رفت در افغانستان یا که در ایران زندگی کن، یا که یک معلم ها استفاده میکنن در کوچه ها. یک دو تا زنی نمیدونم به شرم و به حیای من نمیدونم اونایی چی گویم میبرن، زنهایی که روسری دارن بیچاره که هم تو رومالک بستگیان همونای تحقیر میکنن، گپای بد میزنن. یا که معلم چه حق داره تو وظیفه دست دادن، دکتر تو وظیفه لیچینی کردن، تو چیکار داری که اون با لباس عربی اومده، با لباس افغانی اومده، با لباس چی اومده، این وظیفه ای تو نیست. من همین یک سخن پرزیدنت برای همینا دستگیرک شد، اینا دوام پی. بله، در صورت اسناد حالتهای شهروندی حتی عروس را با حجاب در آمدن نمونده بودن، وای که عروس است. کل شهروندی در همون حالت عروسی وای باید دیده شود، وای که با همون حجابش هم حیا میکند، میلرزد. او را هم نگذاشتند که در آمدن نامنویس کنند. بعد یک چیز دیگه هم میگم خواهر که ما مردها که نتونستیم از حجاب خواهرام ما، از روسری خواهرام ما دفاع کردن، بعد زنها میان بسیار نمیتونن، شرم میکنن یا که میترسن بیچاره ها. در یک هم دیدم در یک ویدیو یک خواهر خوش به حالش که وقتی که میدارن روسری گفته لباس بیگانه چی گفته، بسیار خوشرو جواب میتاد، بسیار ناترسانه جواب میتاد. همونا خودشان لال میشن، چیزی گفتن نمیتونه. وقتی که میگه نچلنیک و پچلنیک با میگه اون نچلنیک که در کار باشد خودش اون کرد سرتن اگر دیده باشید انشالله. بعد خواهرای هم باشد باید همین خیلی جسور باشن، همین خیلی برما مردهای ترسو نشان تیان که همین سبب شما شده که ما به این حالت گرفتار شدیم. سبب اساسی ما مردم خاموشش، بعد این کسلی خودشون جاری کرده رفتن میگیرن. این یک کسلی است، این نه دموکرات گفتن میشد نه کمونیست گفتن میشد، اینا یک مردم کسل هست. درست. همین پدر و مادر ما که در زمان شوروی به وای رسیدند، در همان زمان کار و فعالیت کردند، مادرم میگفتند که وقتی صنف نهم دهم میشده، مکتب اون وقت 10 ساله بود، بعضی دخترها به فاتحه میشدند در صنف نهم دهم. از با فاتحه ها را از سرگیرکشان میفهمیدیم، به غیر از روی مال سرگیرکی کلان گرفته می آمدن بر مکتب و سوزنک میزدند. از همان میفهمیدیم که کیها در مکتب به فاتحه هستند و خواستگاران دیگر دخترکانی که در سر سرگیرکی کلان ندارند تکی چشم میکردند، یعنی که باید حالا به فاتحه نیست. از این میفهمیدند. در زمان شوروی کمونیسم بود. امروز واقعا نه کمونیسم است نه دموکراسی است، امروز چی است نامعلوم است، رهگم زدگی است. نمیفهم یک مردم خیلی کسلی یک بیماری به گرفتار شدگان. یگان حالت نیست که ما خطیبی حجاب بهانه میکنیم که این پیشروی ما گرفت، نمیدونم نهضت بهانه میکنیم که پیشروی ما گرفت، نمیدونم هر چیزی هست همون بهانه کرده گشتیم.
یگان نمیفهمم، نمیدونم برای چی ما اینقدر در این حالت آماده، در این حالت گرفتار شد. از ماست شاید که خدا ما گناهگار است. فیهی ما فیهی با از چی؟ ماست که از ماست که بر ماست. رومی هم گفته بسیار خوب، یک برآمد خیلی جالب پر تاثیر هم بود. دادر یا بعد اخیرا سخن میگم خواهر جان، اخیرا سخن میگم، ما هم که در اخیرا سالهای شوروی میخوندیم، وقتی صنفای کلانی بودیم بالایی به معلما وقتی که لباسای کمتر تنگ میپوشیدیم یا بیزه، معلما ما را جنگ میکردن، نمیگذاشتن. باور کنید همین چیز در سالهای اخیر خیلی جای ما به دخترهای من خیلی بی‌روسری نبود. همین خیلی شد که در مکتب ها همون معلم هایی که ما رو مجبور میکردن که لباس های چی پوش جنگ میکردن، امروز انمون خواهرایی که با رومال میروند، رومال های اونها گرفته دشنامو مثل گپ های قبیح میتونن. همین چیزا به چشم سر دیدم. در پناه الله باشه. رحمت به برنامه هاتون. خداوند حفاظتتان کنه. سلام علیکم. این چشم سرچشم گناهکارمون ما هم خیلی دیدیم این روزها را، وقتی که بر در مقامات نزدیک می شدیم به خاطر یگان کمبودی کوچه را جمعیتی را حل کردن، راه باید ساخت، آب باید آورد برگذر، برق را باید تامین کرد. ما به کدام مسئله می رفتیم آنها می کشادند مسئله حجاب و رقم می زدند از یک سر که این دولت دموکراتیست، دنیوی است، حقوق بنیاد است. جناب عالی چی گفتند، دیگرها چی گفتند، که عموما بر مسئله پیش آورده ما دخل نداشت. شاید شرم میکردند که نمیتوانند پی آبادی شوند و همین مسئله حجاب را پیش دفتر میکردند. همین است. بله. خواهر منم آخرین سخن بو میگم، معذرت میخواهم. پیشروی همون وقت میشد که همه مردم آزاد است. پیشروی همون وقت میشد هر دیندار، هر بیدین، همه انسان ها آزادن با همان. در همین وقت پیشروی میشد وقتی که دین آزاد است، مردم آزادن. من آزاد فرزندام به خاطر فرزندام من میخوام وطنم ترک کنم، به خاطر که من فرزندانم دین دادن نمیتوانم. من همین خیلی مردم برآمده رفته ایستادن با مادرهای 70-80 سالش گرفته برآمده رفته، به خاطر که دینش آزاد نیست، به خاطر که خودش آزاد نیست، بله. جایی که دین هست، به خاطر که عقیدهش آزاد نیست، به خاطر که عقیدهش آزاد نیست، یکی سخن آزاد گفتن نمیتوند. به همین سبب ها مردم دیگر راه ندارد، هر روز برآمده مانده رفته است به هر طرف. کسی پروا ندارد. حکومت ترکمنستان دیکتاتوری با من نگاه کنید، حکومت ترکمنستان دیکتاتوری نه که مردمش نمیگذارد که در دیگه جا رفته شهروندی گیرند. ازبکستان محدودیت های ماندگی است که مردمش نمیتواند در دیگه جاها رفته شهروندی گیرند. قرقیزستان آزادی دادگی به شهروندی گرفتن در دیگه جا، با تمامی هستیش مردمش حفظ میکند در هر مشکلیتش، در هر کارش. تاجیکستان همین خیل کردگی هستند که مردم باید گریخته رفتن گیرد. میدانند که مردم برآمده رفتن به ماندگیش یاردم کرده، زندگی اونها میبرد. شاید سبب همین باشد اینا همه خیلی دلی پر قطعی مردم به هر بهانه تن کرده بیرون کرده اند. والله الله دانا. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. برماندگی هایش هم برای پیشبرد زندگی کمک میکند. بر خود سران دولت هم کیسه هایشان رو پر کرده میستند، بودجه وطن پر میشود اگر مهاجر بسیار وای چقدر سبب داره. در پناه الله باشید، الله حفظتان کند. بهترین اخیرا به همه کسایی که به شما تحقیر کردن، پیش از اونه که به همین خواهر تحقیر میکنی، همین ادان که تو مادر داری، تو خواهر داری، تو دختر داری، تو زن داری. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. من دیگر خفه هم نمیشوم. باید از کسی رنجید که ارزنده از رنجش باشد، ارزنده باشد که حالت خود را بر غمگینی وادار کرده توانی. خب روسیه اینجا یک معلوماتی عجیب همکارانمان فرستادن. 15 سال باز در روسیه اونقدر صف مسلمانان بسیار شده ایستاده است که تا 30% و 10 مسجد نمیرسد. در این باره رویل گاینودینوف معلومات داده و از روی سرحساب اهالی 14.5 میلیون در روسیه مسلمانان هستند. عین حال این 10% اهالی روسیه را تشکیل میکند. واقعا در یک سال
1,400,000 همین سال کودک روس کم تولد شد و اما اهالی روسیه کم نمی شود. کودک روس کم تولد شد، دیگرها جایش را پر میکنند، مسلمانان پر میکنند. تاجیکا که یک تا یا دو تا یک فرزند ندارند، یک نفرک دو نفرک، باز خیلی بسیار هستند. دیگر ملت های مسلمانی که بر روسیه مهاجر شده رفته با روس ها آیله دار می شوند. فرزند اینها هم که نسل بر پدر وابسته است مسلمان زاده می شود و اگر پدرش در حقیقت پدر باشد واقعا مسلمان زاده کلان می کند، به ایمان کلان می کند. اگر در حقیقت مرد شمارد خود را گفتنی بودم. برنامه برنده های مهاجر، موضوع امروزه ما وابسته به روز جهانی عمومی جهانی حجاب است. ای زن به تو از حضرت فاطمه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. محمد اقبال لاهوری درباره حضرت فاطمه یک داستان نوشته است. من خیلی جستجو کردم این داستان را، تا هنوزم میجویم، پیدا کردن نتوانستم، اما مضمونش را مختصرا برایم بزرگان گفته داده بودند. در مکتب هم خیلی ها گفته داده بودند درباره حضرت فاطمه، درباره بزرگیشان، درباره ایبا و حیایشان، الگوی شایسته. من به شما وعده دادم که شرکه از دایر موضوع، دایر برنامه میخوانم. گل درس ناز میخواند، معنی مجاز میخواند، از هر لحاظ میخواند. صبح که راز میخواند، دختر نماز میخواند. این جنس خوش سرشته، در سیرتش فرشته، بر جانماز ششته، خوش روی و ساز میخواند. دختر نماز میخواند. یک صبح پاک زاده، نوری خاک زاده، دستش به بر نهاده، او بی آواز میخواد. دختر نماز میخواد. قلبش پیامبر عشق، حسنش منور عشق، رسوی رهبر عشق. با صد نیاز میخواد. دختر نماز میخواد. در خاندان همه شما خداوند بانوهای محجبه، دخترکان با نماز، مادر جانهای با عفت، با حیا، با عبارت دائما عمرشان را دراز کرده، رزقشان را فراوان کرده، وقتشان را به پایان کرده باشد. یک بار دیگر روز عمومی جهانی حجاب را بر همه شما مبارکباد میگویم، خصوصا بر مهاجربانوهایی که به خاطر دفاع از ناموس خود، دفاع از ارزش دینی خود بیرون شدند از کشور. محض برای آنها بود که ما این موضوع را در برنامه جاری کردیم. و یک بار دیگر میگویم برای آن تماشابینان عزیز و عالی قدر ما که آرزو دارند حجاب برگیرند اما هنوزم فکر دارند که پوشم نپوشم، پوشم چی میشود نپوشم، با من میزیبد یا نمیزیبد. شما همیشه زیبا بودید. خداوند همه را زیبا آفریده، گل دست است و برای شما هم این عید، این روز را تبریک و مبارک باد میگویم. مبارک و فرخنده باشد بر کل آنهایی که یک روز باشد هم همین روز حجاب پوشیده دیدن، مسلمان نبودن. در دنیا که روز عمومی جهانی حجاب بود، در چاره‌بینی های فرهنگی ایدانه در کشورهای اروپا حجاب پوشیده خود را به آینه نگریسته یک بار تبسم کردن. یک روزه حجابشان مبارک باشد. واقعا بر خودم هم تاثیر کرده رفت. این بود برنامه‌ای که برایتان آماده کردیم برای امروز. بر مقابل فکر ما نوشته ها به شما هم درست می شود، یعنی روز حجاب مبارک باشد. السلام علیکم.